د آزادی خاورې تا مو سلام دی د نیک مرغی خاورې تا مو سلام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان، شنوندگان و هموطنان نهایت عزیز گرامی، سلام و احترامات بنده را پذیرا باشین. امروز به یک موضوع بسیار مهمه که در این روزها با شما معلوم است به سطح افغانستان و به سطح منطقه و جهان یک عکس العمل جدی را نشان داده، در عین حالی که یک مسئله شرعی و احکام الهی است، در عین حال مسئله حقوقی و قانون بین الدول و قوانین وضعی و قوانین جنایی مملکت هم شده میتونه و حساب میشه. از این خاطر این موضوع چون بالخصوص در رسانه های بین المللی و ادارات مختلف ملل متحد بالای از این تبصره داشتن و عکس العمل جدی نشان دادن، ما هم خواستم در این مورد یک وضاحت داشته باشم و صحبت کنم. بالخصوص ریچارد بنت، یهود الاصل که ضد اسلام است، او در این مورد این مسئله را به حساب بغض و کینه شخصی که نسبت به دین اسلام داره، این را به طور نشاندهی کرده که فرزن ظلم صورت گرفته و تخطی صورت گرفته و این کار فرزن انسانی نیست و این قصاص باید نمیشد و افغانستان باید قوانین خود چیز کنه و این چیزا باید بند کنه. ما میخوایم که این را در روشنایی از این که قوانین شرعی، قوانین به حساب وضعی و در عین حال قوانین بین المللی که در دنیا شما میبینیم که اعدام تا چی حد است، این را کلگیش میخوایم در محضر شما بگذارم و شما خودتان قاضی قضیه شده باشین و بهتر بتانین که بگوین که کار فرزن درست است یا درست نشده، یا کدام جایی که انسان انتقاد می داشته باشه اما نظر خود در اوی مورد اظهار کنه. اول خب برای ما امی تلویزیونایی که بر سر از این مسئله قصاص پروگرام ها کردن، قبل از اینکه به خود موضوع بیایم اول خو را برتان بگویم که این کسی که قصاص شد محمد ایاز اسد ولد حکیم خان از ولایت پکتیا ولسوالی میرزکی که یکی هم از همسنگرای خود به نام حبیب الله ولد ظریف خان ذریعه شلیک مرمی به شهادت رسانده بود، این قصاص در مقابل از او صورت گرفته و این هر دوی از این افراد که از محمد ایاز اسد و حبیب الله از جمله مجاهدین و به حساب همکاران همسنگری سراج الدین حقانی بودند. و ای که انتقاد میشه که سراج الدین حقانی من حیث وزیر داخله چرا با این قصاص رفت و ای از قتل و قتال میره میبینه لذت میبره، ای امو سوی قصدهای دشمنای اسلام است که از هر گپ یک گپ میکشن و برای از او علمای سوی خودم دارن که اصلا او عالمان نیستن، یک قاری را میارن میشنن میگه ای عالم است، سر از او میخوان که فتوا بگیرن، در حالی که قاری نمیتونه شده که او عالم دین باشه، او حافظ قرآن است. عالم دین با حافظ قرآن فرق داره. حافظ قرآن میارن، قاری را میارن میگه ای عالم دین است، از او فتوا میگیرن و او هم از خاطر چند پولی که به دست میاره او با قرآن با همه چیز در طول چند سال از بازی داره. هر کار شرعی را که طالبا کنه ولو که 100% مطابق شریعت قرآن باشه و هیچ مخالفتی با شریعت و با مسائل دیگه نداشته باشه، مگم بازم اینا هرگز نمیگن که احکام الهی را تطبیق کردن. در مو هم اینا یک چیزی را پیدا میکنن و حرف میزنن، در حالی که گپ اینجایی است که این قصاصی که تطبیق شده و این آدم که به سراج الدین حقانی اونجا رفته از خاطر رفته که هر دو جانب قاتل و مقتول از جمله مجاهدین ازی بوده و این باید اونجا باشه، چرا که از لحاظ شرعی به شما معلوم است که احکام الهی است که قصاص برای حیات اجتماع است، قصاص برای از این جبر و ظلم نیست و وقتی که قصاص تطبیق میشه دیگه چون حکم الهی است، ولو که فرزند مثل پیامبر خدا گفته بود که اگر از بی فاطمه هم خطای صورت بگیره من شریعت بالاش تطبیق میکنم، یا حضرت عمر بالای پسر خود شریعت تطبیق کرد. اینا شریعت وقتی که تطبیق میشه ای به این نمیبینه که کی است، چون این آدم مجاهدشان بود مگرم قتل کرده بود و اقرار کرده بود
فلحاظ شریعت تطبیق می شد، رفتن از اونجا لازم بود که باید میرفت، باید اونجا موجود می بود تا هر دو خانواده را برزن در آغوش می گرفت. چرا یکی قاتل است یکی مقتول است و اینا حتما کوشش کردن، چرا که در شریعت قصاص قدم اول نیست. وقتی که ثابت شوه قصاص، کوشش میشه که عفو صورت بگیره. اگه عفو شوه او بهتر است برای فامیل و برای مردم زمان که عفو بتن، برای از اینا اجر خیر دارین است. و اگه عفو نمیکنه قیمت بها میگه بگیرن. یعنی شریعت کوشش به این میکنه که شریعت تطبیق شوه، ثابت شوه که قتل کرده، مگم در مقابلش اگه قصاص نشه و عفو شوه بهتر است. اگه عفو نشه خونبها گرفته شوه از او بهتر است. اگر در هر دویش خانواده حاضر نمیشه بعد از او باز قصاص صورت میگیره. و در این قصاص بر شما معلوم است که قصاص با اعدام یعنی کپیتال پانیشمنت فرقش ای است که اعدام یک دولت به اساس قوانین خود و اختیار داره که حکم اعدام بتن نته میتونه او را عفو کنه، اما در قصاص حکم الهی تو طوری است که اگه خانواده بخشش نکنه دولت در او دست اندازی کرده نمیتونه. دولت صرف قضیه را میگیره، تحقیق میکنه، احکامش ثابت میکنه و بعد از او به خانواده میگه که عفوش کو. اگه خانواده عفو نکنه دولت تصمیم اعدام و عدم اعدامش گرفته نمیتونه. این فرق قصاص با اعدام است، یعنی کپیتال پانیشمنت است. کپیتال پانیشمنتی که فعلا در امریکا و در دیگر ممالک جهان صورت میگیره که باید بسیار جرمای عادی، یا فرضاً یک نفر در ایران فرضاً شما میبینین که تنها پارسال در حدود 834 نفر اعدام کرد ایران، یا در سال 2015 977 نفر اعدام کرد. همگیش مجرمین نبوده، در این مجرمین نفرهای سیاسی هم میباشن و اینا بعد زیر اتهامات دیگه او را اعدام میکنن. و اینجا شما میتونن که بگن که تخلف از حقوق بشر است، این باید نشه و این جلوگیری از این شوه. اما در قصاص دولت حق نداره، چرا که حق دولت نیست، این حق فردی است که خانواده مقتول است و او دلش که عفو میکنه، دلش که خونبها میگیره، دلش که خود خون میگیره یعنی بدل میگیره. فلحاظ از این خاطر سراج الدین حقانی اونجا رفته بود تا هر دو جانب که هستن نفرای خودشان هستن. در جهان در 55 مملکت فعلا هم کپیتال پانیشمنت وجود داره. 112 مملکت ای را بند کرده و در اونجا کپیتال پانیشمنت نمیشه، اعدام به کلی بند کردن، عمر قید میتن، به کلانترین جرم عمر قید میتن، اعدام نمیکنن. 23 مملکت طوری است که اینا از طول 10 سال به این طرف، از مدت 10 سال به این طرف اعدام اصلا انجام ندادن و کپیتال پانیشمنت نکردن. روسیه از جمله ممالکی است که از 1996 تا به بعد هیچ کدام کپیتال پانیشمنت نکردن، اعدام نکردن. فلحاظ میاییم به این که چرا اینا در تلویزیون ها چیز میکنن. سه گپ است که بسیار مهم است که اگه این وضاحت شوه. آیا اینا صرف از خاطر مخالفت هم میکنن و انتقاد میکنن و این را ظلم و بربریت میدانن که این احکام شرعی است در افغانستان و مخالف از خاطر که احکام شرعی را بدنام کرده باشن، شریعت بدنام کرده باشن، اینا این کارا میکنن؟ دومی است آیا اینا به نوعیت اعدام که در محضر مردم شد که اینا میگن که باید در محضر عام نشه و اطفال میاین، برای اطفال خوب نیست، در لحاظ روانی تاثیرات منفی داره، اگر به این مخالفت دارن این قابل درک و قابل صحبت کردن است که باید چیز شوه. و سومی است که آیا اینا مخالف کپیتال پانیشمنت در کل هستن؟ اگر مخالف کپیتال پانیشمنت هستن، در امارت اسلامی در 4 سال 6 قصاص صورت گرفته، اما کپیتال پانیشمنت در دنیا تعدادش به هزارها انسان میرسه. در سال 2023 چینایی‌ها بیشتر از 1000 نفر اعدام کردن. فلحاظا به او جایا باید توجه شود. در امریکا قصاص عمل در 27 استیت امریکا قصاص به کلی احکامش صادر میشه و قصاص صورت میگیره. چرا او را کسی بحث نمیکنن؟ در عربستان سعودی در 9 ماه گذشته بیشتر از 200 نفر اعدام شدن. در یک روز 88 نفر اعدام شده. در ایران بعد از آمدن پزشکیان 87 نفر اعدام شده. در یک روز 29 نفر اعدام کردن که در او بیشترش افغانا هم بوده. فلحاظ اگه اینا واقعا
مخالف ازی هستن برن در کشورهای دیگه اولی را تطبیق کنن. بعضی که میان به شریعت انگشت خدا میگیرن که در اون جایی که دولت یا حکومت صلاحیت نداره او را خداوند و حق به مو فامیل مقتول داده که او تطبیق میکنه یا نمیکنه. فلحاظا این سه چیز مهم است که آیا اینا به ضدیت از شریعتی گپا میزنن، آیا اینا نوعیتش اختلاف دارن. فرضاً خودم از جمله کسایی هستم که من مخالف کپیتال پانیشمنت هستم. من میگم هر نوع جرمی را که انسان و از همین خاطر اون شریعت الهی هم چیز میکنه که اگر کپیتال پانیشمنت یا قصاص اعدام میایه، در اعدام کوشش شوه که عفو صورت بگیره، کوشش شوه که قیمت بها ادا شوه. یعنی شریعت اسلامی هم پافشاری به این نمیکنه که حتما اعدام صورت بگیره، حتما قصاص صورت بگیره. این مربوط خانواده میشه. اگه او خانواده باز قصاص میکنه دیگه اونجا نه حکومت چیزی مداخله کرده میتونه و شریعت هم دیگه چیز نیست، چرا او حقش است، حق خود میگیره. اینالی این تفاوت ها است که من خودم مخالف کپیتال پانیشمنت هستم. یعنی من طرفدار رویه ظاهرخان هستم. ظاهرخان در 42 سال حکومت خود از تمام احکامی که از قضایای ثلاثه خلاص شد، محاکم ثلاثه احکام دادن. وقتی که دوسیه به نزد پادشاهی وقت اعلی حضرت محمد ظاهر شاه میرفت، او را تبدیل میکرد به عمر قید و هیچ وقت احکام اعدام نمیداد. و لحاظ شرعی چون پادشاه یا امیر کسی که بزرگ دولت است ذل الله یا نایب خدا است در روی زمین، او میتونه که امو چیز کوشش کنه که قصاص به مبدل کنه به قیمت بها یا به صلح در بین خانواده. چرا اگه خودش اقدام کنه بره اونا عفو میکنن و این میتونه که امو را یا با عمر قید بدل کنه و از قتل ای آدم نجات پیدا کنه. یا این را میتونه، یعنی امارت اسلامی هم بزرگش این را میتونست که اگر کلانشان میرفت به نزد فامیل، اونا با روی امو کلان شاید این را میبخشیدن. این امکان داشت. اما این فرق با کپیتال پانیشمنت داره. کپیتال پانیشمنت فرضاً ایران بیشتر از 15 قضایایی است که اونا کپیتال پانیشمنت میکنن. بسیار مسائل جزئی هم است. مثلا در سرقت هم اونا، در مواد مخدر هم اونا اعدام میکنن، در فرضاً در مسئله زنا هم اونا اعدام میکنن. بسیاری مسائل دیگه است که ایرانی ها در او اعدام دارن. در تریزن اینا اعدام دارن. فلحاظا امارت اسلامی در طول 4 سال گذشته که این سال 4مشان است، 6 نفر در دور اول امارت اسلامی از 1996 تا 2001 11 نفر اعدام کردن. اما این شما با دیگه کشورها که عالمه برتان احصاییش همیتون مقایسه کنین، زمین تا آسمان فرق داره. دیگه ای است که بیاین ببینید که همین غربی هایی که برای ما درس میتن که ای در محضر عامی را میکشین، ای خلاف بشریت است و خلاف حقوق انسانی است و ای درست کار نیست، اینا خودشان چی کارهایی نکردن. در اروپا و در امریکا در جهان غرب 7 نوع پانیشمنت، کپیتال پانیشمنت وجود داره. 7 نوع کپیتال پانیشمنت که کلش وحشیانه بوده. به طور مثال نوع اولش به نام breaking on the wheel میگن که یک نفر بالای 2 طرف میله بسته میکردن، یعنی اسبایی که ویل چیز گادی ها داشتن بسته میکردن و یک اسب این طرف کش میکردن و انسان 2 پارچه میکردن و این کپیتال پانیشمنت بود. در محضر عام میکردن، یک انسان در محضر عام 2 پاره میشد. دوم boiling in oil، یعنی روغن جوش داغ میدادن، انسان زنده را در روغن داغ میکردن در بیلر و ایره منداختن. این کپیتال پانیشمنت بود در اروپا. دیگه burning at the stake، مثل سیخ کباب میکردن، در سیخ زنده بالای آتش میماندنش، سیخ کبابش میکردن. یه انواع پانیشمنت هایست که اروپا داشت. decapitation by ox، پارچه کردن، اندام کردن انسان زنده را می آوردن، بستیش میکردن و باز از پایایش قطع میکردن، دستایش قطع میکردن، یعنی دیگه زنده می بود و عذاب کشش میکردن، با داخل سرش میزدن و توته میشد. دیگه 4 اندام کردن بود.
به طوری میزدن که 4 حصه شوه. ششم دراونینگ بود، یعنی در آب غرق کردن. زنده دست و پاش بسته میکردن، سنگ در کمرش منداختن و در آب منداختنش. ایره دراونینگ میگه، غرق در آب کردن. و نوعیت آخرش هفتمش امو کشال کردن یا حلقه آویز کردن بود. خب لحاظا این کدامش انسانی بود که اینا میکردن؟ آل آمدن درس انسانیت میتن. اسلام احکامش معلوم است، این احکام الهی است. قصاص حق دولت نیست، مگر قرآن میگه که کوشش کنین که با عفو تمام شوه خوب است، با قیمت بها تمام شوه خوب است. اگر نمیشه رای سیومش اونمو است که فامیل چیزی که میخواه اونمو شوه. حکومت دو دست زده نمیتونه. میایم به این که در طول چند سال گذشته در کشورهایی که قصاص زیاد صورت گرفته، در عربستان سعودی از 2010 تا 2021 1243 نفر اعدام شده، قصاص شده. در 2022 147 نفر، در 2023 172 نفر و در سال 2024 ده ماه گذشته بیشتر از 200 نفر اعدام شده در عربستان سعودی. در امریکا از سال 1976 به این طرف 8700 نفر محکوم به حکم اعدام شدن، از او جمله 1603 نفرش اعدام شده. در سال 2023 24 نفر و در سال امسال تعدادش همراهیم نیست و در 27 استیت امریکا این قانون تطبیق میشه. یعنی در طول چند سال گذشته 1603 نفر اعدام شده که در او جمله زیادترین در سال 2000 بود که 84 نفر در سال 2000 اعدام شده و در سال 2023 24 نفر در امریکا اعدام شده، در حالی که در 4 سال گذشته در افغانستان 6 نفر قصاصی اعدام شده. اونجا صدایشان نمیبره، اینجا صدایشان میبره. در ایران که 75% اعدام جهان در ایران صورت میگیره و در این مخالفین سیاسی خودم اینا با زیر عناوین مختلف اعدام میکنن. در سال 2015 977 نفر، در سال 2016 567 نفر، در سال 2017 507 نفر، در سال 2018 249 نفر، در سال 2019 273 نفر، در سال 2020 246 نفر، در سال 2021 290 نفر، در سال 2022 553 نفر، در سال 2023 سال گذشته 834 نفر، در سال 2024 فعلا 226 نفر تابال اعدام شده که از او جمله 87 نفرش بعد از آمدن پزشکان و در یک روز 29 نفر هم اعدام کردن. و در این افراد باشنده های جرمنی هم اعدام شده، انگلستان هم اعدام شده و زیادترش افغان ها هم اعدام شده و اعدام کردن و اعدام های سیاسی را هم دینا انجام دادن. برعلاوه از ایران کشورهای دیگری که اعدام در اونجا صورت میگیره. چینایا در سال 2023 1000 نفر اعدام کردن. مصر در 2023 590 نفر اعدام کرده. بنگلادش بیشتر از 248 نفر اعدام کرده که اکثر ازی مخالفین سیاسی بوده، هم در بنگلادش و هم در مصر. در نایجیریا 246 نفر بیشتر از او اعدام شده. در عراق بیشتر از 138 نفر، در کینیا 131 نفر، در تایلند 123 نفر، در ویتنام 122 نفر، در هندوستان که مادر دموکراسی است و به حساب حقوق بشر در اونجا از هم اینا میگن که زیاد مراعات میشه چرا که مادر دموکراسی است، 120 نفر در هندوستان اعدام شده. در اندونزیا بیشتر از 114 نفر. در پاکستان که حامی جهان غرب و یکی از قاتلین کلان کشور ما افغانستان است، پاکستان 120 نفر اعدام کرده. یک نفر سر یک برنامه یک روز نکرد که این نفرها کی بود و چرا اعدام شد. در یمن 81 نفر اعدام شده. ای بود احصایه مختصری که در حدود 55 کشور که ژاپن هم براتون نگفتم، اونا ژاپن هم اعدام زیاد داره و اعدامات در این کشورها صورت میگیره
و جهان در مقابل به خاموش است. اما در امارت اسلامی چون مسئله شریعت و قانون است، یک نفرم که اعدام شود تمام امو قصه بز و گوسفند است. بز تمام روز دنبش بالا باشه، هیچ گپ نیست. گوسفند که از اوز خیزت چک چک این تلویزیون های بین المللی که چی در امریکا و کانادا و انگلستان است، اینا هم همون قصه بزشان است. از خودشان دمشان بالا می باشه، هیچ مسئله نیست که گوسفند بیچاره دامنش بالا شد با چک چک میکنن که الا نفر اعدام کردن و در محضر اعدام کردن. اگر شما مخالف ازی هستین بیاین در سطح جهانی کمپین کنین و دمی روی زیر بگیرین. اول در امریکا دمی رویش بگیرین که خود دموکراسی و بانی حقوق بشر میگه. باز بیاین در دیگه کشورها بگیرین. میتونین در چین بندش کنین، میتونین در ایران بندش کنین، نمیتونین. اما این از بغض و کینه شما اشاره ها را میکنین و این درست نیست. برای اصلاح باشه فرضاً همی گفته شود که چون بالای اطفال تاثیر منفی داره در محضر عام به صورت نگیره، چرا که در دوران پیامبر خدا اگر این احکام تطبیق میشد، چون در وقت میدیا نبود و همو مناطقی که جرم صورت میگرفت در همو منطقه قصاص صورت میگرفت و همو مردم باعث اصلاحش میشد. امروز از اصلاح کده به حساب تاثیر منفیش بیشتر است، چرا که وقتی که شما قصاص یا سربریدن یا به مرمی زدن یا آویزان کردن در محضر مردم میکنه و میدیا و کامراها او را میبینه و انعکاس ازی به دنیا میره و در دنیا کسی خبر نداره که چرا اینطور شد، قضیه برشان معلوم نمیشه، منفی تاثیر منفی داره. و در عین حال بالای اطفالی که در اون جمعیه که باید اونا نبیاین، برای اونا تاثیر روانی لحاظ تاثیرات منفی وقتی که بزرگ میشن این داشته میباشه. اما نسبت به تاثیر مثبتش کردن تاثیر منفیش بیشتر میشه. از همین خاطر اگر در این مورد به نوعیت اعدام که صورت میگیره اعدام شوه، مگرم به صورت شوه که همین جهان غرب هزاران نفر اعدام میکنن اما کسی خبرم نمیشه. امیر رقم اگر امارت اسلامی هم کنه شاید تلویزیون ها باز آرام شون که امودم اتاق خفیه ای کار کنین، علنی نکنین. هدف از اینا اینمی است. فلحاظا در نوعیتش صحبت شده میتونه، مگرم در ای که دولت میکنه در او هم مثلا در عربستان سعودی، در ایران یا در چین که مخالفین سیاسی خودم میکشن، در اونجا دولت میتونه که نکشن، مثلا عمر قید بتن دیگه. از این خاطر سر از این مسائل بحث شده میتونه، اما سر از این که احکام شرعی در او بحث صورت گرفتن نمیتونه و اینا خوش باشن ناخوش باشن این احکام الهی است، تطبیق میشن. امید است که برنامه را ببینین، خوش کنین و با دوستا شریک بسازین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپارم و ما علینا الا البلاغ.